خب پدر آمرزیدار لااقل چیزی بگید حوصله‌مان سر رفت. آقا کلاس بیکاری بذار بخوابیم دیگه. الله یا ماریان مامانت دیگه نمیاد مدرسه احوال درست بپرسه. درست خوب شده ها. آقا اجازه، ولی ما مامان شما رو هر روز تره میبینیم، احوال شما رو هم میپرسه. ببند دهنت. دوباره یه بار به دهنت خندیدم. پررو شدی؟ آقا اجازه، الان که بیکاریم میشه بچه‌ها واسه پدر بزرگ ما یه فاتحه بخونن؟ آره حتما. خیلی دوستش داشتی نه؟ آره خیلی دوستش داشتم. یه روز که برده بودم همون تا بند خدا را بشورم از ته دل دعام کرد، گفت انشالله به جایی برسی که تو زندگی 10 تومن واسط پولی نباشه. خدا رو شکر الان 700 تومن بدهی دارم، 10 تومن به چشم نمیاد واقعا. آقا اجازه، داداش ما میخوایم بریم عروسی خالقلیمون، میخوایم شاباش بدیم. اسکناس